میخوام به پرزیدنت جمهوری تاجیکستان ویدیو را به واسطه همین ویدیو ضبط کردم. مینداری خدمت میخوام به پرزیدنت جمهوری تاجیکستان بیان کنم. نزد ما یک زنی تاجیکه که برآمد و گفت که من مسلمانم، ما کفر او را ندیدیم، ما شرک او را ندیدیم، ما جاسوسی او را ندیدیم. این یک مادری مسلمان تاجیک است. اکنون فهمیدید که کی خوارج است. پرزیدنت ما دروغ کردسته کی وای گوی خلاص کردسته. این تهمت های خارو و برادرو تهمت های ننویسینم. خیلی تهمتو چی در کره اگر ندونین ننویسین. خیر راست باشه من میگم نه راسته. تهمت نکنین. برای هر تهمت ما فردا در روز قیامت پیش الله جواب میگیم. چقدر قینه اوجا گراجدن را بروردن نه که خیلی پرزیدنت ما تونس بروردن برای تونستنش اینم یک ایمانداری مثال پرزیدنت ما را نشون میده. رحمت گفتن در کاری که میخوره کرده. برای همین هر خی تهمت رو ننویسین. خارو برادرو نزد ما یک زنی تاجیکه که برآمد و گفت که من مسلمانم، ما کفر او را ندیدیم، ما شرک او را ندیدیم، ما جاسوسی او را ندیدیم. این یک مادری مسلمان تاجیک است. اکنون فهمیدید که کی خوارج است. شما یک پدنوات فوسیقی زنگ زدستی همین نظیر اولادتون فهمیده متیا کی متیا کی شما یا الله المستعان. چقدر این مادر درد داره، چقدر رنج داره. اولا ثانیا من کسی رو در اونجا حکم نکردم. من نگفتم که فلان نفر زناکار است، فلان نفر این است، فلان نفر نه. ما در اساس این حکم نکردیم. بعد همین زناکاری، خبیثی، فحاشی، فاحشه‌گری، مشرک لعین پدر است او چه خیلی. شما یک پدنوات فوسیقی زنگ زدستی همین نظیر اولادتون خب تی حرام شما ایالو میترسه قطعی او بیوه فیعی سوهای بگو استغفر الله. زنده فهمم که اسلام گنده نیست، اسلام بد نیست. ما اسلام را بد میکنیم. الله المستعان. چقدر این مادر درد داره، چقدر رنج داره. زلزلت أركانهم حطمت. پس هنگامی که جنگل از شیران که خالی باشد شغال هم خود را شیر می پندارد. ثار الشباب لربهم حتى مضوا، ثار الشباب لربهم حتى مضوا، للخلد في الجنات حتى يكرموا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. شنوندگان گرامی و دوستان ارجمند، پیش از همه عذرخواهی میکنم برای که دیر برآمد کردم و پاسخ دیر دادم. سبب دیر برآمدن من همین بود که در حقیقت نمیتوانستم برآمدن گپ زدن. عذر داشتم و عذر من این بود که در یک وضعیتی ناخوبی هستم، در آزادی پره نیستم و هر یک سخنی که میزنم زیر نظارت است. برای همین خیلی بخشش و عذر میخواهم و از همه اول میخواهم که شما دعای خود را برای یک برادری طالب علمی که او را دستگیر کردن دریغ ندارید. او را در نمازهایتان دعا کنید که الله رهاش کند. پس از این میخواهم یک پاسخی کوتاهی بدهم به همین زن که نامش لطفیه هست و همین اسکندر و در 4 نقطه سخن میزنم. یکم نقطه آن میخواهم درباره این زن که نامش لطفیه است به شما هم صحبت شوم و پاسخی درباره اون سخنهای باطل و تهمت‌هایی که گفته است جواب گردانم. دوم همچنان درباره دخترش که سخنهای باطل گفته است پاسخ گردانم. سوم نقطه میخواهم از دیدگاه شریعت بیان کنم درباره اسکندر ناکام که در این حکم جور و ستم کرده است، نه تنها در حق من ولی بیشتر در حق خود ظلم و ستم کرده است به سبب بغض و کینه داشتنش و هوا و هوسی که او را پیروی میکند. 4م نقطه این است که میخواهم از دیدگاه شریعت بیان کنم برای شما حکم اسکندر را برای آن تهمتی که به زنا کرده است مرا به یگان دلیل و شاهد.
پس هنگامی که جنگل از شیران که خالی باشد، شغال هم خود را شیر می پندارد. و باز پیش از همه یک سرسخنی برای شما پیشکش میکنم که میگویم جانم فدای الله و رسولش باد، ای ملتی ستم دیده مظلومم. من شما را خیلی زیاد دوست میدارم برای الله و دلم برای شما و امت خیلی سخت میسوزد. شما نظر کنید و ببینید که در چگونه سطح پست زندگی ما قرار داریم. این برای چی است؟ سببش چی است؟ برای آنه که ما دین خود را و آنچه الله و رسولش میگوید به آن چنگ نزدیم و از آن روی گرداندیم و پیروی هوا و هوس خود شدیم. برای همین الله ما را خوار و ذلیل کرد در بین امتان دیگر. به تمام دوست و دشمن باری دیگر یادآور شدنیم که پیش از آن که همین میدان مردی را، همین راه جوان مردی را که راه پیغمبران است برای خود اختیار کردم و می دانستم که این راه آسان نیست و راه پر باغ و بوستان نیست، ولی راه پر خار و سنگی تیز است. شاید که پایت را خاری خلد و سنگ او را ببرد. در این راه پیامبران اذیت و شکنجه دیدند و تهمت‌های باطل آنها را کردند. پس ما کی هستیم که ما را زندانی یا که شکنجه یا که تهمت‌های باطل نکنند؟ و مثال از تهمت‌های باطلی که پیامبر عزیز و گرامی ما را کرده اند در حق همسرش مادرمان عایشه بود. وقتی که همین حادثه روی داد، پیامبر و صحابگان خیلی غمگین شدند و الله به آنها مراجعت کرد، خطاب کرد و در سوره نور آیت 11 الله می‌فرماید برای آنها و میگوید کسانی که آن دروغ بزرگ را نسبت به یکی از همسران پیامبر به میان آورده اند، گروهی از خود شمایند. آن را برای خود بد نپندارید، بلکه آن در نهایت به فایده و سود شما است، زیرا سببی چی می شود؟ سببی رسوایی منافقان است، مثل همون منافقانی که حاضر هستند. هر کدام از آنها به اندازه گناهی که مرتکب شده است جزا می بیند، حتمی است. و برای کسی که بخش بزرگ گناه را به عهده گرفته است عذابی بزرگ است. پس در اینجا بخشی بزرگ گناه را کی میگیرد؟ تهمت کننده اساسی اینجا کی است؟ اسکندر گمنام است که اون زن حتی در سخنانش که در پیشش گفت زنا را ذکر نکرد، ولی اسکندر مرا به یگان دلیل زناکار گفت. پس در اینجا بخش بزرگ گناه را در سر کیست؟ البته در سر اسکندر است. من نخواستم از ناموس و آبروی خود دفاع کنم در این لحظه های خونینی که در آن خون برادران و خواهران و طفلکان نابالغ ریزانده می شده ایستاده است. ولی مرا چه وادار کرد که پاسخ دهم به این ناکامان به سبب آن که حق و باطل را با یکدیگر آمیخته و آلوده کرده اند، باطل و هوا و هوس را بالا و حق را پایمال کرده و در نزد مردمی عامه بدبینی و فتنه را انداخته اند. و چه خیلی که الله می فرماید در سوره یوسف آیت 50 و 51 درباره یوسف علیه السلام، هنگامی که او را
تهمت میزنن زنها. چی میگوید که وقتی که در زندان بود، هنگامی که فرستاده پادشاه به نزد یوسف آمد، یوسف گفت برگرد به پیشی پادشاهت و بپرس درباره آن زنانی که دستهای خود را زخمدار کردند. هر آینه پروردگارم به مکر و حیله آن زنها داناست. یعنی پیش از برآمدن از زندان خود را چی کرد؟ خواست که بیگناهی خود را اثبات کند. پس این فکرها و کارهایی که از این زن که نامش لطفیه است و این فکرها و کارهایی که این زن که نامش لطفیه است عملی کرده ایستاده است، این نقشه های پسی پرده بعض نفرانی پست و بیناموسی است که این زن را به آن وادار کرده ایستاده اند. سخنهای این زن نه تنها به شأن من است، ولی به شأن مردانی با ناموس و با غیرتی ونج است و پس زدن مردانی ونج است الله از این مکر و حیله این نامردها این زن را رها کند و عقل و دلش را شفا بخشد. من باوری کامل دارم که این گفته ها مصلحت پیشینه این زن با اسکندر گمنام است در شخصیش و این را خواستند که به طریقه آنلاینی آوازه کنند پیش از تحقیق کردن برای آنی که بعد میگوید که من گناهگار نیستم. من این را نشر نکردم، این در بین مردم بود، آنها نشر کردند و خود را در نشر کردنی این تهمت ها عیبدار نکند. این سیاست این دو نفر است، ولی او می توانست که در شخصیش با او سخن زند و بعد تحقیق کردن نشر کند و حتی اگر در آنلاینی هم باشد می توانست گوید به هوادارانش و شاگردانش، آنانی که در همون حضور دارند در همان جا، که آن را نشر نکنید تا آنی که تحقیق نشود در این مسئله. اگر طالب علمی حق جوی می بود نیکی صد افسوس. پس این دو ناکام می خواهند که با این تهمت ها و سخنهای باطل که از بغض و کینه اشان هست و هوا و هوسشان اینها را امر میکند مرا بدنام کنند و راه دعوت مرا بگیرند، ولی توفیق از جانب الله است و این سخنان باطل و تهمت هایی که شما میکنید از این هیچ کس در ایمین نیست. حتی پیامبر صلی الله علیه و سلم در ایمین نبود، حتی الله ذات پاک الله را دشنام میکنند. ما کیم که ما را نگویند؟ و سخنان مردم و این تهمت های باطل شما برای من مثل سنگ هایی هستند که هرگز آن سنگ ها را من در پشتم نمیگذارم که زیر سنگ مانم یا که میانم بشکند، ولی این سنگ ها را زیر پا میکنم که بالاتر روم ان شاء الله. برای همین کوشش تلاش شما بر دریغ است و خود را به این سخنهایتان و این تهمتهای باطل خود را شرمنده می سازید، نه مرا. پس یکم نقطه که درباره آن سخن میزنیم این سخنانی بر دروغ این زن است که نامش لطفیه، که میگوید گویا که من برای او پسری عمه میشوم. این خیلی دروغی محض است. حتی بیبی مادری من برای او عمه راستی نیست، یعنی ردنای نیست. باز میگوید که وقتی که من او را ای دخترش را بعد برگرداندن دیم باره قبول نکردم، گویا دخترش رد کرده باشد که اینا خیلی مرا همین لطفیه مرا خیلی زاره کرد که دیم باره قبول کند، من قبولش نکردم برای بد اخلاقی دخترش که در آینده من شرح میدهم. و گویا گفته است که در همون سال گفت که
مرا یا که فلان بیسمدان کرد، این هم دروغی محض است. همین زن خودش در بعضی روایت هایش که در بعضی گروه ها پرتافته بود دخترش نقل میکند یا خودش نقل میکند، میگوید که بعد 9.5-10 سال و در پیش اسکندری گمنام میگوید که همون سال دخترم به من گفت. این هم روایت ها گوناگون است. پس ما کی را باور کنیم؟ روایت یکم یا که روایت دیمه باور کنیم؟ حقیقت همین است که این بعد 9 یا که 9.5 سال یا که 10 سال مرا زنگ زد. در آن وقتی که نو دعوت را آغاز کرده بودم و مرا قسم گفت که قسم خور که تو امی کار کرده یا که نه. قسم خوردم که این کار نکردم. با قانع نشد، باور نکرد. گفت زن طلاق خور. زن طلاق هم خوردم. پس گفت گپ مرد. باز در همین سخن به همین گمنامه میگوید که من گویا که در خانه این کلان شده باشم که خیش تبا یا که اپا و خواهرای من، این هم دروغی محض است. ما در خانه اینو کلان شدگی نیستیم. من در خانه تو کلان شدم. این چی بر دروغ است؟ خلاصه پس بعدی 17 سال همین کارهایی که حاضی کرده ایستاده است آغاز کرد. دختر در آن وقتی که دخترش را از آن طرف آوردند که گریخته بود، به آن طرف به تاجیکستان آوردند. پس این رفت و از آنجا برگشت. وقتی که برگشت برای این صورت مرا که این خودش در همون گروهی که بود اسکرین شات کرده بود که با همون مردی که در چی کار میکند با همون علاقه داشت. صورت مرا همون مرد آرگن ملیسه بود یا که امنیت بود برای این پرتافته بود. و چند سخن دیگر زده بود. خلاصه اونش مهم نیست. در زیر همون هر گپ بنویسته بود که همین زن همین که یازی دعوای اسلام میکند که این فلان است، تروریست است، فلان است، که من غیر سخنی الله و رسول هیچ سخنی نگفتم. و 1 سال می شود که این در همه گروه ها گشته، پیش همه بلاگرها، پیش همه ملاها رفته، یگان کسی را قبول نکرد، یگان کسی را باور نکرد، برای که به من خصومت شخصی نداشتند. حتی خصومت دینی هم داشته باشند، به من در عقیده زید باشند، ولی این زن باور نکردن، برای خصومت شخصی نداشتند. کی را باور کرد؟ هم مسلکش، این زن که فاسق است، هم مسلکش کی؟ فاسق دیگری گمنام اسکندر این باور کرد. وی هم باور کرده است یا که نکرده است، نیکی برای غرض خود را، برای غرض خود و هوا و هوس خود این را چی؟ باور کرد و نشر کرد و نشر کرده ایستاده است. پس در بعض روایتاش میگوید 10 سال، در بعض روایتاش میگوید که در همون سال. پس کدام روایتای این ما قبول کنیم؟ خلاصه شما فکری خودتان گویید. خلاصه کارهای ناشایسته که این زن کرده است، من اینا رو گفتنی نیستم، ولی برای که همین گمنام بفهمد که آیا این زن مؤمنه و مسلمان است. کارهای ناشایسته که این زن انجام داده است که خود را با مردی کافر نکاح کرد در وقتی که شوهری مسلمان داشت برای گرجدنstvo و شوهرش اینو منع کرد ولی اطاعت نکرد او را، و پدرش این را آخ کرد و حتی به مرگی وقتی که پدرش وفات کرد به جنازش نرفت و برادرش هم از این بیزار است. شوهری بیچاره اش را وقتی که جدا شد هر دو خانه‌اش را کشیده گرفت و خیلی اذیت داده است شوهرش را و خیلی خواهران شوهرش را اذیت داده است. مادری شوهرش را خیلی اذیت داده است که آنها شاهد حال هستند، زنده هستند. باز دو زن پاک دامن دیگری را تهمت کرده است و چندین زنهای دیگری را که تهمت کرده است. یکی آنها را با شوهر خود که وی شوهرش وفات میکند همون زن را
اون شوهرش کمک میکند، این همون زن را با شوهر خود چی بار میدازد، تهمت میکند و حتی میخواست که او زن را بکشد. اون زن حاضی زنده است و شاهد است. پس این زن برای اسکندر گمنام مؤمنه و مسلمان بوده است. این زن یک نوار، یک ثبت در شبکه‌های اینترنتی نشر شده است که این زن با یک مردی سخن میزند، اون مرد را چگونه دشنام‌ها میدهد که در عقل انسان راست نمیآید. من نخواستم اون رو در اینجا آواز شمانم، خودتان گوش کنید یا که گوش کرده اید، کافتکاو کنید، جستجو کنید، بیایید گوش کنید، میفهمید که این زن کی است. حقارت‌های کرده است و با زنا تهمت کرده است و غیر از این اون خواهر، اون برادر، غیر از این استادایی که این را درس میدادند شاهد حال هستند. چه خیلی دشنامه‌های زشت کرده است. اون معلمه هایی که این را درس میدادند، چیزی که این میخواست آنها اون عمل این را انجام نمیدادند، آنها را دشنامها میکرد، سخنهای زشت میگفت، حتی میگفت که پدرم شما را فلان و بیسمدان کند. پس اینقدر دشنامها، اینقدر رفت و اومد، خطا میفهمید با کی، اینقدر مدح و ستایش، ویدیوی برآمد که مدح و ستایش میکند. همه این گمنامی که کور است نمیبیند، کر است که نمیشنود، در آخر میگوید که این مؤمنه هست، زن مؤمنه پیش من آمد. خواهرها را زپس میکند، ثبت میکند، آوازاش نه. بعد اون میگوید که همین زپس هایی که من کرده ام و من میگویم درباره من در گروهاتون پرتوید، وقتی که نمی پرتوان آنها را تهدید میکند که من زپس های شما را به میلیسه میدهم، اگراژت میکند، تهدید میکند خواهران را. خواهرها از ترسی که این آنها را نفروشد یا که به میلیسه ندهد، آنها از همه گروه ها ببرایند، همون چیزی خود علش میکنه، تبدیل میدهند، تغییر میدهند که این آنها را نیابد. این حاضی ثبت های هستند که این خواهر را جستجو میکند و آنها را تهدید میکند. پس این برای گمنام اسکندر خواهر مؤمنه بوده است، مسلمان بوده است، فاسقه نبوده است. پیغمبر میگوید که دشنام دادن یک مسلمان فسق است. پس این زن دشنام‌های داده است که از فسق و از نفاق و از همه چیز گذشته است و بر ضد دعوت و بر ضد اسلام مبارزه می‌برد. پس در نزد اسکندر گمنام این چی بوده است؟ این مؤمنه بوده است و مسلمان بوده است. خلاصه اگر همین سخن‌هایی که حاضر من گفته رفتم اگر که دروغ باشند، لعنت الله و فرشتگانش و همه مردم بر من باد که من همین سخن‌های گفتم دروغ باشند. خلاصه به دوم نقطه میگذاریم که درباره دخترش است. دخترش نامش نگاره است. به مصر 2006 رفته بود، 17 سال پیش. و باز میگوید که دختری من 12 ساله بود، دختر این 13 و 14 ساله بود. در مدت 10 سال بعد برگشتن نگاره از مصر این تهمت ها نبودند. چرا؟ و چرا بعد برگشتنش نگفت به مادرش و چرا 10 سال پس گفت؟ خود خلاصه برارید. این دخترش نگاره بعد برگشتنش از مصر میگفت که من شاگردی ابو صهیب هستم و فخر میکرد در نزد بیبی و بابیش. و اگر من این رایگان کار میکردم، آیا این فخر میکرد، میگفت که نزد بیبی و بابیش که من شاگردی فلانی هستم؟ این گپار نمیزد. خود خلاصه برارید. بعدی برگشتنش خلاصه نمیدونم 4 ماه هست 5 ماه هست، این حجاب دار بود، 7 پاره قرآن از یاد کرده بود، حجاب اسلامی را برطرف کرد، حجاب را از سرش گرفت و حجاب نمیبست دیگر. بعد آنی که اینقدر اسلام خواند و فهمید، بجای آنی که مردم را دعوت کند لباسهای مثل لباسهای روسا میپوشید، باز میگفت که من وقتی که پدر و مادرم خواب میرفتند من همون فیلم های فاحشه تماشا میکردم. انا دختری، اگر این دختری پاک باشد، دختری پاک دامن باشد، همین کار میکند.
باز مادرش میگوید که دختری من فرشته است. با زبان خودش گفته است که مرا یک مرد روس تجاوز از نسل وارد کرد. چه خیلی که حاضر برای شما یا که برای همون گمنام اسکندر نقل میکند، همه خیلی نقل دیگر در چی؟ در مصر کرده بود برای ما و همسرم. پس این سخنهایی که میگوید از کجا میداند؟ از همون فیلم های فاحشه که تماشا میکرد. آیا ما کدام این قصه ها را باور کنیم؟ قصه ای که روس او را تجاوز و نسل وارد کرده است، یا که اون تهمت هایی که به من میزند؟ آیا دختری 14 ساله یا که 13 و نیم 14 ساله پاکیزه همین سخنها را میگوید که مرا فلانی نسل وارد کرد، مرا فلانی فلان کرد؟ چرا او را از یک خانه به خانه دیگر بردند برای آنی که یک مردی که در خانه همسایه در حمام و نعش لوچا بازی میکرد او را میپایید و دختری مرا هم فریاد میکرد ولی همسرم او را داشت و خیلی گوشتابی سختی داد. برای همین خانه دیگری بردند که ویران نکند کودکای مرا. دختری که قرآن میخواند و اسلام میخواند همین کارهای زشت را انجام میدهد. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگوید که اگر حیا نداری پس بکن چیزی میخواهی. اینو دخترش از به بی‌حیایی فخر میکنند، خود را در بین مردم شرمنده میکنند. برای اینها اگر این یگان زنی که پاکیزه و پاکدامن باشد هرگز این سخنایی که اینا میگویند گفتن نمیتواند، زبانش نمیگردد که دختر خود را شرمنده کند. پس اگر این کارها را من انجام میدادم، پس اون همین دختر دیم باره به مصر میخواست که برگردد، نمیخواست و مادرش این را دیم باره روان نمیکرد و من این را برای چی قبول نکردم؟ برای که این بد اخلاق بود. پس همین دختر که نامش نگاره است در پیش یک خواهر دیگر گفته است که مرا یا که من یگان کاری نکرده است ولی مرا مادرم مجبور می سازد و اگر نگویم عاق میکند. این خواهر حاضر شاهدی زنده است. همین نگاره همین سخن را گفته است و میگوید که مرا مادرم مجبور می سازد. باز مادر این دختر نگاره میگوید که دختری من شوهر نمیخواد کردن، نمیتواند شوهر کردن، که دختر این شوهر داشت، 4 سال زندگی کرد، شوهر خود را از خانه اش راند و 2 فرزند دارد و دوم شوهر کرد. پس بینید که چقدر دروغ میگوید این زن که نامش لطفیه است و دوم که دروغگویی که این را باور میکند این اسکندر گمنام است، ناکس و ناکام است که این زن را باور میکند. پس اگر که همین سخنای من دروغ باشند، لعنت الله و فرشتگانش و همه مردم بر من باد و لعنت الله و لعنت فرشتگانش و همه مردم بر من باد که اگر من این دختر که نگاره نام دارد این از پیش یا که از پس رسیده باشم. غیر از این لعنت الله و فرشتگانش و همه مردم بر من باد که من در حیاتم اگر زنا کرده باشم یا که از پس رسیده باشم. و ای اسکندر گمنام، تو اگر ذره جوانمردی داشته باشی میخیزی در بین مردم میگویی که همین سخنی که من گفتم لعنت الله و فرشتگانش و همه مردم بر تو باد اگر تو در حیاتت زنا کرده باشی. آمین بگوی و همین گونه که من گفتم همین گونه بگویی. پس به نقطه سیوم میگذاریم که این اسکندر ناکام در همون ثبتش میگوید که ما با عدل و طریقه شرعی پیش برویم. بینید که چه خیلی سخنها میزند، نافهمیده صحبت نمی کنیم. قرآن و سنت با فهمشی امت است. نبودنی حد و حدود. کسی که زید اهل سنت صحبت میکند یعنی که مورد نظر دارد. از دهانشان فقط مادر و خواهر و
دختر رو حقارت میکنند، جوانمردی ندارند، الف از ب فرق نمیکنند. پس بینید که ما الف از ب فرق نمیکنیم. من همراهی ابو صهیب ملاعنه کردم 2 سال پیش. باز ما رو میگوید که شما طبق شریعت کار کردن میخواهید، کار شما موافق شریعت نیست، پس کاری تو موافق شریعت است. بله، به الله قسم که ما نه ملاعنه کردیم و نه من گفته باشم که توبه کردم از عقیدم این سیاست است و فلان. انا که تو قسم بخوری که من همین سخنان را گفتم و لعنت الله و فرشتگانش و همه مردم به آن کسی که دروغ میگوید. آمین. پس حاضی میبینیم که آیا این گمنام حکم الله را تطبیق کرد در همین مسئله؟ نه والله. الله میگوید که کسی که حکم نمی کند به آن چیزی که الله نازل کرده است پس آنها کافرند. در تهمت به زنا حکم الله 4 شاهد آوردن است. آیا تو حکم الله کردی یا که نکردی؟ تطبیق نکردی؟ پس حکمت چیست؟ باز الله می فرماید در سوره نساء 65 آیت که اما نه، به پروردگارت قسم، الله به پروردگاری خود قسم میخورد که آنها ایمان نمی بیارند. کیها هند ای پروردگار؟ آنانی که تو را در اختلافات و درگیری های خود به داوری، به قاضیگی نطلبند و سپس ملال در دل خود از داوری تو ای پیغمبر نداشته باشند و کاملا تسلیم شوند به قضاوت تو. پس آیا تو در همین مسئله سخن پیغمبر و سخن الله را آوردی و همچون داور گذاشتی یا که نه؟ نه والله. تو در اینجا هوا و هوس خود را داور گذاشتی. این اسکندری ناکام حکم الله را، دویم مسئله این است که یکم تطبیق نکرد، دویم این است که حکم الله را تبدیل داد برای غرض خبیث خود، برای که هوا و هوسش را می پرستد، برای بغض و کینه داشتنش بر بالای من. به همین سبب حکم الله را تبدیل داد و دیگر حکم را در عوض او گذاشت که گفت که ملاعنه هست، که در اینجا ملاعنه نیست. برای آنکه حکم الله به هوا و هوسش موافق نآمد. شما بینید که این ناکام هوا و هوسی خود را از حکم الله بالا دانست و سخن این زن را که موافق هوا و هوسش بود قبول کرد. حکم الله در این مسئله 4 شاهد آوردن است و این ناکام دید که 4 شاهد آوردن نمی توانند و این نقشه کشیده اش برباد می رود. هوا و هوسش را و سخنان این زن را بالا از حکم الله کرد. چه خیلی که الله می فرماید آنانی که حکم همین که 4 شاهد که تو زنا تهمت کردی یک کسی را 4 شاهد باید بیاری. الله می فرماید که آنانی که قذف یا که تهمت میکنند زنهای پاک دامن یا که مردهای پاک دامن را پس 4 شاهد نمی بیارند، آنها را باید چیکار کنید؟ الله می فرماید که پس آنها را 80 دره بزنید. یکم، دوم، ولا تقبل لهم شهادة ابدا، شهادت آنها نه در نزد مردم و نه در نزد الله ابدی قبول نیست. سیوم حکم، آنها از جمله فاسقانند. پس فاسق کی بود است؟ تو یا که من؟ فاسق کی بود است؟ همون زنی که آمد تهمت کرد و همون دخترش که تهمت کرد. فاسق کی اند؟ الله میگوید، من نمیگویم. فاسق آنهایند و تو هستی. پس کسی که یک حکمی الله را تبدیل داد، حکمش چیست در اسلام؟ چخلی که ابن تیمیه میگوید من بدل الشرع المجمع علیه کان کافرا مرتدا باتفاق الفقهاء. کسی که شریعت را تبدیل داد، حتی یک حکم باشد، اون حکمی که اون شریعتی که در اون اجماع شده است، پس حکمش چیز میگه؟ کافر است، مرتد است به اتفاق فقها.
اگر که شما گوش کنید سخنان خودش را، همین دلیل ها را می بیارد و در درسهایش می گوید کسی که یک حکم را تبدیل دهد کافرش می خواند. خودش، یعنی که حکم خود را خودش برآورد، یا که خود را عذر می دهد برای که جاهل است و گفتی که در این مسئله 4 شاهد نیست، یعنی که حکم الله را که 4 شاهد است انکار کردی. باز میگویی که ما با قرآن و سنت حکم میکنیم. در کجاست قرآن و سنتی تو؟ الله یک چیز میگوید، تو دیگر چیز میگویی. تو پیروی هوا و هوس هستی. انسان‌هایی هستند که هوا و هوس خود را میپرستند و پرستیدن هوا و هوس این شرک است، مثل پرستیدن غیر الله. تو که میپرستی هوا و هوست را بجای حکم الله حکم خود را گذاشتی، پس این حقیقتی تو است ای ناکام احمق. حکم الله را تبدیل میدهی و باز میگویی که این حکم الله است. ما حکم الله را جاری میکنیم، ما منهجی سلف را تطبیق میکنیم. به الله سخن میبافی. پس به ایمان و به دین کی باشد؟ تو یا که من؟ خود خلاصه برارید برادران گرامی، شنوندگان گرامی. ملاعنه که تو میگویی این تنها برای شوهر است که زنی خود را به زنا، یا که کودکی که در شکمش باشد و بگوید که این فرزند من نیست، در اون حالت ملاعنه می شود. پس در این حال ملاعنه می شود بین زن و شوهر. و حتی اگر که زن شوهرش را به زنا تهمت کند باید 4 شاهد بیارد، اگر نیارد دره زده می شود. چه خیلی که می گوید الله در نور 6 و 7 آیت: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين. پس الله چی میگد؟ آنانی که، اون مردانی که زنهای خود را به چی؟ به زنا تهمت میکنند و 4 شاهد نمی بیارند، با چشمان خود میبینند و 4 شاهد آوردن نمی توانند، پس آنها 4 بار شهادت میدهند. این درباره کی است؟ درباره زن و شوهر. این به این ملاعنه به ما تعلق ندارد، به تهمت به زنا. ای ناکام جاهل بی سواد. پس ملاعنه به این مسئله مایگان تعلقی ندارد، ای جاهل بی سواد احمق. به نقطه 4 میگذاریم که این نقطه تهمت به زنا کرده اسکندر احمق مرا به دلیل به 4 شاهد است. پس بینید که ای شاگردانش تا کی این ناکام و ناکس را گوش میدهید؟ تا کی این جاهل را شما گوش میدهید؟ الله برای شما عقل رسا داده است که اندیشه کنید. پس اندیشه کنید، بینید که این انسان چی میگوید. در یک زپیسش میگوید که من نگفتم که تو زناگر هستی. گوش دهید. اولا ثانیا من کسی رو در اونجا فکر نکردم. من نگفتم که فلان نفر زناکار است، فلان نفر این است، فلان نفر نه. ما در اساس این فکر نکردیم. ما گفتیم که از بینید که در دیم زپیش این کار میکند که من نگفتم، زناگار نگفتم ابو صهیبه. یک در زپیس یکمی که 19 دقیقه با اون زنک صحبت میکند، در 12 در دقیقه 12 هم چی میگوید؟ گوش دهید. بعد همین زناکاری، خبیثی، فحاشی، فاحشگری. پس بینید برادران گرامی، در یکم زپیس زناکار میگوید، در دویم زپیس این کار میکند، نگفتم میگوید. این هم نفاق اینه نشون میتید، هم دروغگویی اینه نشون میتید. نه که این به این خلاص نمیشود، به یک این کار کردن خلاص نمیشود، برای که اینه الله شنید، اینه مردم همه شنید. پس برادران گرامی گوش دهید، بفهمید که این انسان هم خیانت علمی کرده است، هم دروغ میگوید، هم امانت خیانت کرده است،
هم زبانی بد دارد، همه صفتهای منافق در این هست. پس حاضر با فاسق شد، شهادتش قبول نیست. تصور میکنید برادرای گرامی؟ پس برادران گرامی خودتان ببینید که این انسان تهمت به زنا کرد، چای شاهد نآورد. پس یکم خیلی در گفتیم در سوره نور الله عز و جل در 4 آیت میگوید که یکم حکمش چی است؟ 80 دره زدن، فجلدوهم 80 جلده. دویم حکمش که شهادتش قبول نیست. سوم حکمش که از جمله فاسقان است، کسی که مثل همین به زنا تهمت کرده باشد مرا. 4 الله در سوره چی میگوید؟ در سوره نور باز 23 آیت میگوید که ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخره. کسی که هر آینه کسی که یعنی که قذف میکند، تهمت به زنا میکند زنهای پاک دامن را و غافل هستند، غافلانی که زنهای غافلی که غافل هستند از این کار و مؤمن هستند، همه خیلی دیگر مردها حکمشان چیست؟ اگر 4 شاهد نآوردند لعنت کرده شده اند. 4 حکم در بالای این انسانی کثیف، لعنت الله بر این باد در دنیا و روز قیامت. 5 و لهم عذاب عظیم، و برای آنها عذاب بزرگی هست در روز قیامت. پس برادران گرامی، کسی که به زنا تهمت کرده است مرا، هر یک کسی کرده است، حکمش همین است. و در آیت دیگر 6 حکم همین است که از جمله دروغگویان به حساب می رود. پس ای اسکندر گمنام، تو 4 شاهد نآوردی، همین حکما بر بالای تو است و همان شاگردانی که مرا به زنا تهمت کردند و کسی که نشر کرده است. و اگر خواهید که توبه کنید، هر یک تا شما میخیزید و میگویید در پیش مردم من دروغ گفتم، در همین شهادتم. پس شاید که شهادت شما قبول شود در نزد الله و مردم بعد توبه کردن، و شاید که من هم شما را ببخشم. پس ببینید برادران گرامی که این گمنام چقدر حکمها بالا این هست. و دره زده می شود اگر حاضر به گفت خود حد و حدود باشد. این آورده 80 درهش می زنند که دیگه در حیاتش یگان کس تهمت نمی کند. برای همین برادران گرامی، شما و این ناکام و شما شاگردانش که هستید، همون نیکی هایی که میکنید برای مردم آنها را هدیه نکنید روز قیامت. غیبت و تهمتی که میکنید، همه خوبی هاتان، همه عمل های شایسته کرده اید و به درگاه الله قبول شده است اگر داشته باشید، همه شما روز قیامت به مردم تقسیم میکنید. اگر شما عاقل و عقل رسا داشته باشید و این استاد گمنامتان این گونه سخنان نمیزند، نیکی شما و این استاد گمنامتان ترس از الله ندارید، باز میگوید که شاگردان من دهانشان بیزیب است و سخنهای بد میزنن و حقارت مینن. به الله قسم که من طال حقارت نکردم، در مقابلی که من حقارت کردن. قسم خورد این ناکام که من یک کس حقارت کرده باشم، دلیل بیارد. 4 شاهد آوردن نتانیست. مرحمت پیشکش کن 4 شاهد ده. اگر تو پیشکش کنی من از تو بخش میپرسم. با همین برادر گرامی این سخن را به آخر میرسانم. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله.